بوتاکس رو از سنین پایین انجام بدیم یا نه؟ بچه‌ها، الان تو فضای مجازی صحبتشه که بوتاکس رو از سنین پایین انجام بدین و هیچ مشکلی نداره و خیلی خوبه براتون. باور بکنید این کار میتونه خیلی به ضررتون باشه. چرا؟ ببینید، بعضی اتفاقها وقتی در سنین پایین میفته راه رو باز میکنه برای شما. یعنی کسایی که تو این صنعت هستن و کسایی که وارد کننده این محصولات و این برندها هستن در ایران میخوان دایره مشتری هاشون رو بزرگتر بکنن. این کار ظلم به مردمه. ببین، شما مثلا دیدی میگن همه چی از سیگار شروع میشه، کسی که سیگار میکشه آمادگی هر کاری رو داره. حالا میدونم کارهای صنعت زیبایی سیگار اون مواد مخدر نیست، ولی اعتیادی که داره دقیقا شبیه همونه. شما وقتی از سنین پایین میای این اعمال رو انجام میدی، این کارها رو انجام میدی، گرایشت نسبت به انجام همه کارهای دیگه زیاد میشه و تمایل در واقع زیاد میشه به انجام همه کارهای زیبایی از سنین پایین. چیزهایی که کارهایی که شما نیاز نداری تو اون سن انجام بدی، مثل همین بوتاکس. بعضی چیزها رو نگه دارید سر زمان مناسب خودش انجام بدید. اینا میخوان فقط مشتریاشون رو بیشتر بکنن. نکن این کار رو. تمام سیستم صورتت به هم میریزه، اصلا احساساتت دیگه معلوم نیست.